یک آیه یک داستان. یک آیه یک داستان. یک آیه یک داستان. سلام غنچه ها، سلام بچه های خوب و مهربان. خوش آمدید به برنامه خودتان، برنامه یک آیه یک داستان. آرزو میکنم در هر شهر و دیاری که هستید تنتان سالم، لبتان خندان و دلتان شاد باشد. سلام بید سبز است، سلام رود آبی، سلام گرم خورشید بلند و آفتابی، سلام ابریز است، سلام ماه روشن، سلام چشم شادی شبیه خنده من. سلام دوستان و همراهان همیشگی رادیو مهر. خوبت؟ سلامتت؟ بچه ها، من خیلی خوشحالم که میتوانم باری دیگر با برنامه یک آیه یک داستان همراه شما باشم. شما چی طور؟ سلام مرغ حق حق، سلام باد هو هو، سلام غنچه مخفی میان خنده او، خدای روشنی ها، خدای مهر و لبخند، همه از دور و نزدیک سلامت میفرستند. سلام مهینه جان، من هم از اینکه باری دیگر شما را میبینم بسیار خرسندم و فکر میکنم همه بچه ها نیز از شنیدن صدای شما خوشحال باشن. من هم همین طور. خیلی خوش آمدی. خب درس و مکتب همه چی نقص؟ بله، خدا را شکر همه چی خوب است. راستی این سال در مکتب یک دوگانه نو یافتم، نامش ادیبه. آنها به تازگی به محله ما کوچیدند. ادیبه خیلی دخترک خوب است. او خیلی هم خوش اخلاق و مهربان است. این که خیلی خوب است. خوشحالم که دوستی خوب پیدا کردی. درسهایش را هم به خوبی میخواند و همیشه بهایش 5 است. حتی چند بار دیدم که دیگر همصنف ها را یاردمی درسی میکند. مثلا اگر کسی چیزی را نفهمیده باشد، ادیبه برایش فهمانده میدهد. آفرین، احسن به این دخترک باهوش و مهربان. فکر میکنم شما برای هم دوستان خوب خواهید بود. درست است. برای همین وقت امروز در مکتب از او پرسیدم که چگونه میتواند اینقدر خوب باشد، یعنی هم اخلاقش خوب و هم درسها و دانشش عالی، تا حتی که میتواند به سوالهای دیگران هم به خوبی پاسخ دهد. تنها یک جواب داد که برایم بسیار سوال برانگیز بود. خب مگر چی گفت؟ ادیبه گفت که هر روز پگاهی پیش از رفتن به مکتب یک آیت را میخواند که از پدرش آموخته است. چی جالب! آن کدام آیت است؟ ادیبه این آیت را میخواند: و قل ربی زدنی علما. فهمیدم. احسن به این دوستی دانا و با ادب. بله، این هم یکی از آیت‌های نورانی قرآن کریم است که خداوند برای ما گفته است. وقل رب زدنی علما. یعنی بگو پروردگارا علمی مرا زیاد کن. بله درست است، اما سوالی که من دارم این که خداوند مگر ما را نیافریده است؟ مگر هر چی را که می‌خواهیم نمی‌داند؟ بله، البته که خداوند همه ما را آفریده است و از تمام چیزهایی که می‌خواهیم با خبر است. پس چرا در این آیت به ما میگوید بگو؟ ماشاءالله به شما دوستی باهوش. خداوند عزیز همه چیز را می‌داند، ولی بسیار دوست می‌دارد که اول بنده از او بخواهد، یعنی خواسته اش را به زبان بیاورد، آنگاه برآورده کند. یعنی اگر من فقط دعا کنم و از خدا بخواهم عالم و دانا میشوم؟ نه عزیزم، تنها دعا کردن کافی نیست، بلکه باید خودمان هم تلاش کنیم و به دنبال علم و دانش باشیم. بعد وقتی از خدا بخواهیم، خداوند هم به ما کمک میکند تا بیشتر و بهتر بفهمیم.
بله درست است. همین دوگانم ادیبه هیچ وقت به کار نمی‌نشیند. او هر روز درس ها را تکرار میکند. حالا فهمیدم چون او هر روز تلاش میکند خداوند هم کمکش میکند. مهینه جان توجه داشته باش که تنها باسواد شدن نشانه دانایی نیست. اگر ما آدم ها تلاش کنیم که هم باسواد شویم و هم از دانش و سوادمان در کارهای نیک بهره ببریم و انسان خوش اخلاق و مهربان باشیم، آنگاه جزو انسانهای عالم و دانا قرار میگیریم. حتما در مکتب خوانده اید که در تاریخ جهان چقدر انسانهای عالم و با ایمان زیاد بودند. خداوند هم افرادی را که هم عالم و دانشمندند و هم مؤمن و مهربان خیلی خیلی دوست می‌دارد. چقدر خوب! کتاب 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 بخوانیم، کتاب 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 بخوانیم، راز جهان را بدانیم، بتوانیم پرنده باشیم، برگ برنده باشیم، پایان گریه ها قاصد خنده باشیم. کتاب 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 بخوانیم. من هم از این پس مانند دوگانم ادیبه میخواهم روزم رو با همین آیت شروع کنم و بگویم قل ربی زدنی علما. آفرین به شما دوستی خوب و زیرک. خیلی خوب است که ما در هر کار از خداوند مدد خواهیم، مثل همین علم آموزی و درس خواندن. بچه های عزیز، به نظر شما این تصمیم مهینه جان چطور است؟ زیباترین سرود لب‌های ما، تو بهترین کتاب قرآنی، تو هدیه خدا به هر انسانی، تو سخن خدای الرحمانی. زیباترین سرود لب‌های ما، تو بهترین کتاب ما قرآنی، روشنی هر راه مستقیمی، امید قلب خسته یتیمی، بهشت مؤمنان حق پرستی، تو ایز جنت خدا نسیمی. خوب، گلگلای زیبا، فرزندان تاجیکستان، یکی دیگر از برنامه‌های یک آیه یک داستان به پایان رسید. امیدوارم که همگی خوشتان آمده باشد. تا برنامه و گفتگوی دیگر، خدا نگهدار. از اینکه با ما بودید سپاسگزارم. تا یک رازی دیگر و یک برنامه دیگر، خدا حافظ. رحمت بی نهایت خدایی، باعث آرامش قلب مایی، تو بهترین رفیق و همدم ما، به وقت بارش غم